آقای کرزی در قرن 81 هجری شمسی، آقای کرزی در یک مشکلات در افغانستان، کاروان کربلا علیه السلام، همچنانی که در کربلا شنیدیم محور کربلا سلام الله علیها، کاروان وزارت پاسپورت عینت الله قاسمی هست. در قادی که میدانم که عینت الله قاسمی چرا کاروان کربلا را در لابلای جامعه ما، لابلای ملی ما و چه از کاروان تیاره چرا برگشته پاسپورت جهلی چرا جور کرد دولت اسلامی آقای کرزی؟ چرا؟ از چه قانون؟ و همچنان در لیجرگی افغانستان، لیجرگی در زودی خواهد امضا شد. دکتر صادق مدرم مشاور کرزی، مشاور امور خواهد در رئیس لیجرگی خواهد امضا کرد و قانون دیگه. اینجا زن کرزی گفته، جناب خواهر محترم، خواهر بزرگ، خواهر سیاستمدار و همچنان سلیمه خان گفته که لیجرگه را آقای کرزی صاحب امضا کابه میرویس خان. وقتی که لیجرگه را امضا کنه خوبه. در نیره های آمریکا کم کم ملت افغانستان خود ترک نکرد. بعضی اوقاف آقای کرزی میگه برو. چرا برو؟ از چه قانون؟ و صلح در رابطه پاکستان صحبت کنید. پاکستان هم صلح میکنه، صلح برادری، صلح دائمی، صلح قومی، صلح و دائم سری افغانستان. نخست وزیر پاکستان آقای نواز شریف و سایر از نخست بالای وکلای پاکستان درباره صلح صحبت میکنه. لیجرگی افغانستان در زودی خواهد امضا شد. حامد کرزی لجش نیاید، انشالله لیجرگه در زودی خواهد امضا کرد. در دفتر ملت میگم آقای کرزی از طریق تلویزیون راه فردا میگم ملت افغانستان باید جور شونه. استاد محمد محقق در افغانستان لیجرگه میگم باید لیجرگه در زودی امضا کن. قیم کرزی هم گفته که امضا کنی لیجرگه را در زودی، چون که قانون اساسی، قانون ملی، قانون سیاسی، میلاد پیغمبر اسلام برای ملت نسل جوان، نسل آیندگان ملی و نسل فصل جامعه خود تسلیت و مبارکباد میگم. به آمد کرزی، به قیم کرزی، به آقای محمد خلیلی، با فهین معین اول کرزی و دکتر عبدالله و سایر از بالایشان حاجی محمد محقق بشردوست و سیما سمر و آمنه افضلی، شکریه بارگزی، سایر از بالا دکتر اشرف غنی احمدزی، نمایندگان پشتون افغانستانی تحسیس و دردمندانه در افغانستان خیلی مطب ما شما را پشتونه های قلعه ادیا میکنه. از ماست قرن 81 هجری، از ما شماست، مطب از ما شماست. اینجا شفاخانه جور میشه، کلینیک کوی 40 دختران، همه ساحه‌ای که فوتبال جوانان جای ورزشی، جای کلاب، جای ورزشی جور میشه و جای فوتبال و جای کلینیک هم در ساحه‌ای که با این مطب سید الشهدا است جور میشه و همچنان پیشروی مطب سید الشهدا را پشتونهای قلم گفت از ماست. مردم هزاره دی سند نیست مگم هست. قرن 81 هجری شمسی از ما شماست. حق ملی و سیاسی را باید نخورد، حق دولت نخورد، حق ملت نخورد، حق وزیر صاحب دولت نخورد. فاروق وردک وزیر دفاع است در افغانستان. در ریاست جمهوری بعضی ها کاندید کرده. فاروق وردک، آقای عبدالرحیم وردکی و سایر از بالای سر کشور ما و همچنان دندانلوستون معین اشرف غنی احمدزی، وکلای مردم در پارلمان. میشه درباره بابا مزاری شهید مزاری رحمت الله علیه
رهبر کل مردمی افغانستان بود. اگر مزاری زنده می بودی افغانستان خواهد جمع شد. کوه چلدختران، قلعه نو کابل، سرک سایر از بالای کشور ما، سرک جاده شهید مزاری، پل سوخته کابل، جاده شهید مزاری، پل سوخته، جایهای دیگر خواهد جرم شد. مزاری رحمت الله علیک از دنیا رفت. ملت افغانستان شهید رای حق شد. مزاری شهید رای مردم شد، شهید راه ملی و سیاسی شد. شهید مزاری در لوگر در لوگر شد. مزاری چارسی اسیا، لوگر چارسیا، چون که مزاری رهبر کل اقوام مردم افغانستان بود. مزاری رهبر کل افغانستان شهید رای حق بود و مزاری شهید رای حق شد. بر محمد و آل محمد صلوات الله. بسیار تشکر. از شما تشکر.